سلام علیکم دوستای عزیز، به امید که جور صحتمند باشید. میایم اولین درس خودم از گرامر زبان انگلیسی اگر میخوای به طور فشرده و دقیق و آسون یاد بگیرید، پس با چینل آنلاین توتوریال باشید. با من حامد سادات. خب در قدم نخست میریم اول درس خود شروع میکنیم که گرامر انگلیسی را از کجا باید یاد بگیریم، کدام نکات در مد نظر بگیریم و البته میایم یک بحث کوتاه در مورد خود زبان داشته میباشیم که خود زبان چی است، از چی بحث میکنه، شامل چه نوع اشکالی است یا انواعی است که چند نوع میباشد، از کدام لحاظ تقسیم بندی شده. از اینجا چه میکنیم؟ شروع میکنیم اولین درس خودم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین درس انگلیسی ما چی است؟ موضوع ما ایشوی ما که است language definitions and its types. تعریفاتی از زبان داریم و دیگه چی است و انواعی از است. خب میریم سر درس خود. چی است؟ در قدم نخست میریم که language که برش میگیم به زبان انگلیسی چی میگن؟ کلمه language معنی دری یا فارسیش چی میباشه؟ زبان که است. خب اینجا there are different definitions for English language. خب there are different definitions for language یعنی البته به این معنی که ما تعریفات متنوعی یا مختلفی برای یک زبان میتونیم داشته باشیم. خب اینجا یک چند تعریفات ما اینجا براتون در نظر گرفتیم، میایم سرشون بحث میکنیم. اولی است language. Language is a social phenomenon which is used among the people in the society for understanding each other. language یا زبان گفته یک پدیده اجتماعی است که در بین مردم در یک جامعه به خاطر دانستن یا فهم یکدیگر چی میشه استفاده میشه یا شناسایی یکدیگر. هیچ چیز یک تعریف زبان. تعریف دومی است بر ما میگم second definition language is a phenomenon which is used to connect the members of society. البته زبان یک پدیده ای است گفتم که به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر وصل نمودن اعضای یک جامعه. وصل نمودن اعضای یک جامعه را چی میگیم؟ زبان میگیم. این تعریف دوم. تعریف سوم بر ما چی میگه؟ The definition of language. Language is the communication which is done by the people in a community. البته گفته زبان یک راه ارتباطی یا یک ارتباطی است که توسط مردم در یک اجتماع یا جامعه چی میشه؟ مورد انجام صورت میگیره یا مورد استفاده قرار میگیره. او چی میگیم؟ زبان میگیریم. یک به طور فشرده براتون تعریف ها رو میگم، البته که خوب دقیق یاد بگیریم. گفته is a social phenomenon which is used among the people in the society for understanding each other's. The second definition of language is a phenomenon which is used to connect the members of a society. Number 3 or the third definition of language is the communication which is done by the people in the community. Now we are going to the next slide. Language is divided in 3 portions according to form. زبان چی گفتم؟ با 3 دسته تقسیم میشه. از لحاظ چی؟ شکل. البته زبان از لحاظ با چند دسته؟ با 3 دسته تقسیم میشه. The first one is coarse language. The second one is colloquial language and the third one is demonstrative language. خب یکی از که از لحاظ شکل با 3 تقسیم شده، یکیش چی است؟ coarse language که برای چی میگیم؟ زبان نوشتاری ادبی. دومش colloquial language زبان گفتاری یا معنا. سومش هم زبان اشاری است. البته خب میایم سر تعریف های از که چی بحث میکنم. coarse language is a language which is needed for grammar 100% and used for writing of all kinds of publications. البته گفته زبان اشاری ادبی زبانی است که به خاطر گرامر 100% براش چی است؟ نیازمند است. و از این زبان به خاطر چی استفاده میکنیم؟ به خاطر نوشتن
تمام رسالات یا نوشتن کتب، مجلات، اخبار، روزنامه و غیره از چی میشه؟ از کورس لنگویج استفاده میشه یا زبان نشریه ادبی بهش میگیم. دوم colloquial language is a language is not so needed for grammar and can be spoken by general people in the society. خب زبان گفتاری یومیه میگه یک زبانی است که اونقدر نیازمند گرامر نیست، البته و میتونه که صحبت شود توسط کی؟ توسط عمومی از مردم یا مردم عام در یک جامعه. Demonstrative language is a language which is expressed by demonstrations. خب زبان اشاری یا حرکی که برش میگیم یک زبانی است که توسط چی بیان میشه؟ توسط اشارات و حرکات چی میشه؟ افاده میشه. این از زبان اشاری میگن. میایم سر اسلاید بعدیمو. Types of language according to meaning. انواع زبان از لحاظ معنا. درست است؟ از لحاظ معنا با چند تقسیم شده گفتم؟ Language is divided in two portions according to meaning. از لحاظ معنا با تقسیم شده. Number one, language in proper meaning. زبان از لحاظ معنا. زبان خب البته language in proper meaning به این معنا که میگه زبان به مفهوم خاص. دومش language common meaning زبان به مفهوم چی است؟ عام. خب language proper meaning is a language which is expressed by sounds of words. یک زبانی است که توسط چی بیان میشه؟ توسط حروف و اصوات چی میشه؟ یا صداها ها و کلمات چی میگیم؟ افاده میشه. البته میگه زبان از به مفهوم خاص که است، البته چیز به گرامر بیشتر نیاز داره. البته درست است عزیز. و دیگه آمدیم سر language in common meaning. زبان به مفهوم عام به این معنی که زبان is a language which expressed by signs and marks. توسط اشارات و حرکات چی میشه؟ افاده میشه. این زبان به چی میگن؟ از لحاظ زبان به مفهوم عام میگن البته. Now we are going to next slide. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like our channel and share it with your other buddies. خب البته دوستان عزیز یک معلومات کوتاه مختصر براتون آماده کرده بودم درباره زبان بوده، تعریفش و انواعش. گفتم یک معلومات باشه. بعضی دوستان میشه مشکلات داشته باشه میتونه که برشون مفید تمام شود. خب دوستان عزیز چنلتون فراموش نکنید که سابسکرایب و لایک کنید و دیگه همچنین شیرش کنید با دوستایتون. May Allah bless you all. Bye bye. Next time. See you.